آخوند قزوینی و نسبت دروغ به امام بخاری رحمه الله. آخوند قزوینی به دروغ میگوید امام بخاری در کتاب التاریخ جلد 4 صفحه 80 روایتی را ذکر کرده است مبنی بر این که انا مدینة العلم و علی بابها و معاویة حلقتها، در حالی که این روایت در هیچ جای کتاب التاریخ امام بخاری وجود ندارد. جالب اینه که آقای بخاری در تاریخش جلد 4 صفحه 80 میگه بله پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علی بابها معاویه حلقتها. علی در اون علمه، در اون شهره، معاویه هم حلقشه. کسی بخواد در باز کنه باید این زنگ بزنه، حلقه را بزنه. ما از جناب آخوند قزوینی می‌خواهیم اگر واقعاً چنین روایتی در کتاب التاریخ امام بخاری سراغ دارند برای بینندگان نشان دهند و ما هم منتظر عرضه چنین روایتی از تاریخ امام بخاری در شبکه ولایت هستیم. همچنین این دروغ در سایت شبهه افکن این آخوند نیز وجود دارد. اما حقیقت چیست؟ حقیقت این است که امام سخاوی که در قرن دهم میزیسته در کتاب خود المقاصد الحسنه فی الاحادیث المشهوره علی الالسنه لشمس الدین السخاوی این روایت را چنین نقل می کند: و عن انس مرفوعا انا مدینة العلم و علی بابها و معاویه حلقتها و بالجمله فكلها ضعیفة الفاظ اکثرها رکیکه. انس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که فرمودند من شهر علم هستم و علی درب آن و معاویه حلقه آن است و این روایات به صورت کلی ضعیف و الفاظ بیشتر آن زشت و رکیک و ناپسند است. من بارها هم گفتم هر کدام از آقایان از این آدرس هایی که ما میدیم پیدا نکنه ثابت کنه ما خلاف گفتیم، ما گفتیم برای هر موردش 100,000 تومان جایزه میدیم، چون اینها رو غالب این آدرس ها رو من شخصا تا با چشم خودم ندیدم اعلام نمی کنم. بله. البته ما یکی از این کارشناسان همین شبکه های وهابی میگو بله بعضی ها هستن هی تون دارن آدرس میدن، مثل بلبل آدرس میدن. خب مردم که حوصله ندارن برن نگاه کنن اینها، خب آدرس بدن، خب معلوم نیست درست یا راسته. خب ما داریم تحدی میکنیم برادر، اگر واقعا مردانگی دارید، شجاعت دارید، شما هم بیاید آدرس بدید، شما یک کتاب بیارید اونجا باز کنید. دریغ از یک آدرس. بله برای شما عرض کنم این آقایان برای شما عرض کنم 1 ساعت مطالعه میکنن، 50 ساعت حرف میزنن، ولی بنده رسما بارها گفتم چه بسا برای 1 ساعت 1 ساعت نیم برنامه بعضی وقت 30 ساعت 40 ساعت، با این که من 27 سال کارم اینه و در این حوزه من میتونم ادعا کنم به حول قوه الهی تخصص دارم، 30 ساعت مطالعه میکنم، آدرس ها را دوباره چک میکنم یک دفعه اشتباه نشه. مثلا این آقا میگه هیچکس مراجعه نمیکنه. نه آقا جان، بارها شده دوستان مراجعه کردن، حتی همین چندی پیش دیدم چند تا ایمیل داشتم فلان شما که این آدرس را صحیح بخاری چیز داشتید ما پیدا نکردیم. من عیناً هم حدیث را با جلد و صفحهش برای شما براش فرستادم، گفتم این هم در سایت مثلا سنی آنلاین در کجا این کتاب وجود داره. یا یکی از این دوستان اون روز میگفت که من یک جا برای شما عرض کنم، اینم بینندگان عزیز توجه کنن، من گفته بودم مال تاریخ دمشق بود جلد 27 مثلا صفحه فلان، ایشون گفت جلد 72 بوده، چون ما غالب این فایل همون زرنگار بوده با نرم افزار زرنگار، تبدیل که میکنیم به ورد آفیس بعضا شماره ها جابجا میشه.
ولی قطعا حالا شاید یک مورد 72 بشه برای شما عرض کنم 27، برای شما مثلا 23 بشه 32. اینها طبیعی کاره. یعنی شما حساب کنید در 4 ماه یک مورد آقایان پیدا کردن که 27 شده 72 شده 27. اینم خیلی با آبتا گفتم بود یا نبود؟ گفت نه بود، ولی این تعبیر برای صفحش هم درست بود. حالا برای شما عرض کنم این رو ما بارها گفتیم، اعلامم کردیم و اینطوری هم نیست که مثل شماها نیستن که بی خیال باشن. گفتن الکذب شر من الشراب، از همین امام باقر سلام الله علیه روایت داره. دروغ از عرق خوری بالاتره، بدتر گناهش.